به نام خدا. در این جلسه از آموزش میخوایم با مفهوم اشیا در نرم افزار آتوپلی آشنا بشیم. خب همونطور که در آموزش قبلی هم یاد گرفتیم، محیط آتوپلی از زبان برنامه‌نویسی LUA پشتیبانی میکنه که این زبان یک زبان شی‌گراست. خب یه تعریفی بخوایم راجع به شی یا آبجکت اگه داشته باشیم، در واقع هر موجودیت و هر اشیایی که ما توی نرم افزار استفاده می‌کنیم، اینها شی‌ها یا همون اشیا هستن. از کجا میشه به اینها دسترسی پیدا کنیم؟ از منوی آبجکت تمام اشیا اینجا قرار دارن و مثل دکمه ها، عکس، لیبل، حتی ویدیو و تمام مواردی که اینجا وجود داره اشیایی هستن که ما میتونیم استفاده کنیم. غیر از منوی آبجکت توی پنل ابزارها هم میتونیم این ابزارها رو ببینیم و ازشون استفاده کنیم. خب در ادامه با یک سری از مفاهیم میخوایم در مورد اشیا آشنا بشیم. یکی از این عناوین بخش یا بحث کلاس ها هست. وقتی ما چند تا اشیا رو داریم که ویژگی های مشترک دارن و این اشیا رفتارهای یکسانی رو از خودشون نشون میدن، به اونها میگیم کلاس. مثلا به عنوان مثال من از منوی آبجکت چند تا باتن رو اضافه میکنم که در واقع همه اینها چون از یک نوع هستن در واقع در یک کلاس هم قرار دارن. من جابجاشون میکنم و ببینید این چند تا دکمه رو که من اضافه کردم، چون حالا همشون از کلاس دکمه یا از کلاس باتون ها هستن، ببینید نامشون هم به ترتیبه. یعنی اینکه در واقع من اینجا الان باتون 1 رو دارم، این باتون 2 و این هم باتون یا دکمه 3. ما نام اینها رو میتونیم توی بخش پروژکت اکسپلورر داریم میبینیمشون، یا میتونیم از پنجره پروپرتیز در بخش نیم اونها رو ببینیم که نام همشون با باتون شروع شده و در انتها یه دونه شماره هست که اینها رو از همدیگه منحصر به فرد میکنه. میتونیم نام دکمه ها رو هم عوض کنیم، ولی حواسمون باشه که 2 تا اشیا یا چند تا اشیا در یک کلاس نباید هم نام باشن. نام هاشون باید متفاوت و منحصر به فرد واسه خودشون باشه. خب هر کلاس 3 تا مشخصه اصلی داره، یکی ویژگی، یکی متد و یکی هم رویداد. خب بخش ویژگی ها یا همون پروپرتیز ها، در واقع حالا منظور از ویژگی ها یعنی چی؟ یعنی خصوصیات یک شی. ما خصوصیات رو توی پنل پروپرتیز میتونیم دنبالش بگردیم، مثلا خاصیت تکست این دکمه که فعال هست. ما میتونیم توی خاصیت تکستش چیزی رو بنویسیم. به عنوان مثال من می‌نویسم خروج، یعنی در واقع میخوایم که مثلا با زدن روی این دکمه اگزیت بشیم. خب اگزیت. یا مثلا خواص دیگه‌ای که داره، مثلا پوزیشنش یا تنظیم اندازه، ارتفاع و عرض شیءمون رو میتونیم از این قسمت تغییر بدیم. پس اینها تو پنل پروپرتیز ویژگی ها و خواص شی هستن. ویژگی دیگه‌ای که کلاس ها داشتن متد ها هستن. خب حالا متد ها چی هستن؟ به عملیاتی که برای کنترل اشیا به کار میرن متد میگیم، مثل توقف فیلم یا حالا سایر عملیاتی که انجام میدیم. و اما رویدادها و ایونت، در واقع رویدادها یه سری وقایعی هستن که شی میتونه نسبت به اونها واکنش نشون بده، مثل کلیک کردن یا دابل کلیک کردن یا فشردن یه دکمه از صفحه کلید. همه اینها در واقع یه اتفاقهایی هستن که این دکمه میتونه نسبت به اونها یه واکنشی رو از خودش نشون بده. و حالا در بحث رویدادها یک عکس‌العملی هم از سمت دکمه داریم که حالا وقتی مثلا ما کلیک میکنیم چه اتفاقی برای
این میفته، مثلا این دکمه بعد از کلیک شدن روش خارج میشه، یعنی عملی که انجام میده خروج هست. به این میگن اکشن. در واقع پس اکشن یه عکس‌العملیه که شی در زمان اتفاق افتادن یک رویداد از خودش نشون میده، یعنی اول باید رویدادی باشه تا اکشنی اتفاق بیفته. یا ساده ترش رو اگه بخوام بگم، یه دستوری که در پاسخ به رویداد انجام میشه. خب مثلا همین دکمه باتن 1 رو در نظر بگیرید. خود این دکمه باتن 1 یک شیئه، ولی از کلاس باتن هاست، چون یه مجموعه از باتن ها و دکمه ها رو داریم. از کلاس باتن ها یا کلاس دکمه هاست. رویداد مورد نظرش چی هست؟ کلیک کردنه. اگه ما روش کلیک کنیم، اون رویدادی که اتفاق میفته و عمل یا اکشنی که انجام میده کلوز یا اگزیت شدن هست که میتونیم توسط اون از برنامه خارج بشیم. خب از منوی آبجکت اولین شیئی که داریم همون شیء باتن یا دکمه است. وقتی انتخاب میکنیم یه همچین پنجره‌ای برامون باز میشه که اینجا میتونیم مدل های مختلف دکمه رو از بخش گالری نرم افزار استفاده کنیم، یا از پروژمون، یا از قسمت داکیومنت میتونیم براش تعیین کنیم، و یا اینکه اصلا از کامپیوتر خودمون بخوایم یک دکمه رو بهش آدرس دهی کنیم و داشته باشیمش. خب من از گالری خود نرم افزار استفاده میکنم و اسکرول میکنم این رو به سمت پایین که مدل های متنوعی داره. میتونیم اینجا همه مدلش رو ببینیم و هر کدوم رو که لازم داریم انتخاب کنیم و اوکی رو بزنیم تا این دکمه روی صحنه برامون ایجاد بشه. وقتی روی دکمه قرار میگیریم به صورت فلش 4 جهته که در میاد میتونیم درگ کنیم و جای دکمه رو جابجاش کنیم. اگه کناره هم این دستگیره ها که به شکل فلش 2 جهته در بیاد، میتونیم تغییر اندازه دکمه رو داشته باشیم. معمولا از دکمه ها واسه بخش منوها تو نرم افزار استفاده میشه که بتونیم به صفحات بعدی نرم افزار دسترسی پیدا کنیم. اگه روی دکمه 2 بار کلیک کنیم، این پنجره خصوصیات رو براش میبینیم که میتونیم در کادر تکست یک متنی رو بنویسیم که روی دکمه برامون درج بشه. به عنوان مثال مثلا من می‌نویسم که بخش آموزش، یعنی میخوایم توسط این دکمه بریم به قسمت آموزش نرم افزار. و یه مسئله که هست، من همینجا این رو اوکی کنم. ببینید فارسی رو درست ننوشت. یه بار دیگه بازش میکنیم. اینجا ما آموزش رو درست داریم میبینیم، در موقع اجرا برامون اونطوری مینویسه. اینجا پنجره فونت رو باز کنید و یکی از فونت های رایج رو انتخاب کنید. خب من اینجا فونت زر یا حالا هر فونتی که برای زبان فارسی استفاده میشه رو انتخاب کنید. میتونید اندازه و سایزش رو هم از اینجا مشخص کنید، و اما در بخش اسکریپت حتما بزنید رو حالت عربی و اوکی رو بزنیم که این کلمه آموزش به صورت درست نوشته بشه. کارهای دیگه که میشه انجام داد الاینمنتش هست که سمت چپ، سنتر و سمت راست دکمه قرار بگیره. توی بخش کالرها میتونیم رنگش رو تغییر بدیم که این رنگ، ببینید 4 تا باکس رنگی اینجا وجود داره. اینجا رنگ نرمال متن هست که به چه رنگی در بیاد. این قسمت زمانی که دکمه غیر فعال هست، زمانی که موس رو روی دکمه نگه می‌داریم و زمانی که کلیک می‌کنیم. اینها حالا رنگ هایی هست که براش وجود داره. میتونیم مثلا بهش بگیم وقتی موس رو فقط روش نگه می‌داریم به صورت مثلا نارنجی در بیاد، یا وقتی غیر فعال هست سفید باشه، وقتی هم که کلیک می‌کنیم مثلا سبز. و اوکی رو میزنیم تا این تنظیمات برامون دیده بشه. خب حالا ما دکمه رو طراحی کردیم.
و میخوایم الان یک رویدادی و یک اکشن رو براش تعریف کنیم. برای این کار 2 بار روی دکمه کلیک میکنم و این همون پنجره هست که برای تنظیمات داشتیم. سربرگ سوم سربرگ کویک اکشن رو داریم که اینجا میتونیم دستور مورد نظرمون رو از کادر اکشن توران انتخاب کنیم. خب بذارید که من این رویداد رو واسه دکمه اگزیت بذارم که حالا میخوایم از برنامه خروج پیدا کنه. اینجا رو 2 بار کلیک میکنم از بخش کویک اکشن. اینجا مثلا به عنوان مثال رویداد اگزیت یا کلوز رو براش در نظر میگیرم. ببینید رویدادهای دیگه هم وجود داره. یعنی اگر که روی این دکمه کلیک کردیم حالا یک صفحه دیگر رو بهمون نشون بده، یک دیالوگ رو ببینیم، دیالوگی بسته بشه، برنامه رو اجرا کنیم یا یک سند جدید برامون باز بشه، پرینت گرفته بشه به ایمیل برامون بفرسته، یا یه مالتی مدیا رو برامون پلی کنه و حالا دستورات دیگه یه موزیک برامون اجرا بشه در بک‌گراند یا کلوز بشه. خب من دستور کلوز رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. حالا برای اینکه یه پیشنمایشی رو بتونیم ببینیم کافیه از نوار ابزار اینجا گزینه پریویو رو داریم یا از صفحه کلید F5 رو بزنیم برامون این کار رو انجام میده. خب این یه پیشنمایشی از صفحه ما هست. ببینید این دکمه‌ای که ساختیم من موس رو که میبرم روش رنگ نارنجی رو میگیره، کلیک که میکنم رنگ سبز. این حالا تو تنظیماتش بود که انجام دادیم. و اما این یکی دکمه که رویداد اگزیت رو براش در نظر گرفتیم اگه روش کلیک کنیم پنجره بسته شد و از نرم افزار خروج پیدا کردیم. خب بریم یه دونه اکشن دیگر رو امتحان کنیم. مثلا من این دکمه رو انتخاب میکنم، 2 بار کلیک و کویک اکشن. این بار میخوام یه اکشن ران پروگرام رو بذارم، یعنی اگر روی این دکمه کلیک کردیم یک برنامه برامون اجرا بشه. خب وقتی انتخاب میکنیم اینجا از بخش فایل تو ران از قسمت بروز میتونیم برنامه مورد نظر رو انتخاب کنیم. مثلا من میخوام برنامه ماشین حساب باز بشه. خب برای این کار باید برم توی درایو سی، توی پوشه ویندوز پیداش کنیم. اینجا پوشه ویندوز رو داریم. خب فایل های ما کجا هستن؟ توی سیستم 32 و اینجا میتونم دنبال مثلا برنامه ماشین حساب بگردم. اینجاست. برنامه اگزش رو هم انتخاب میکنیم که بتونیم در واقع اجراش رو ببینیم. خب اوکی رو میزنم و این رو هم اوکی. یک بار F5 رو میزنیم تا پریویوی نرم افزار دیده بشه. روی این که کلیک کنم ماشین حساب برامون باز بشه. خب همونطور که در مورد خصوصیات هم صحبت کردیم، ما خصوصیات شیء رو میتونیم با 2 بار کلیک کردن از پنجره ستینگ و سربرگ اتریبیوت خصوصیات مربوط به شیء رو تغییر بدیم. علاوه بر این حالت میتونیم از پنجره پراپرتیز هم استفاده کنیم که اینجا توی پنجره پراپرتیز توی بخش آبجکت نیم رو داریم که نام شیء هست. در واقع این نام شیء رو ما باید حتما داشته باشیم. چرا؟ چون گاهی وقتا توی کدنویسی مجبوریم که به این دکمه ارجاع بدیم و این نام مهم هست. حتما نام رو به صورت انگلیسی هم بذارید و نام ها همیشه یونیک باشن و هر دکمه نام تکراری با دکمه دیگر نداشته باشه. یا مثلا توی قسمت تکست میتونیم متنی رو که روی شیء میخوایم بنویسیم رو اینجا درج کنیم، مثل این کلمه آموزش یا این کلمه اگزیت که اینجا روی خود دکمه نوشته بودیم. چیزای دیگه که داریم فونت فامیلی هست که از این قسمت نام قلم یا فونت نوشته ها رو میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. فونت سایز اندازه قلم یا مثلا فونت بولد برای پررنگ بودن قلم که 2 تا حالت ترو و فالس داره که خب تروش یعنی حالت ضخیم باشه یا اگه فالسش کنیم دیگه از اون حالت بولد بودن در میاد. فونت ایتالیک رو داریم که حالت مبرب بودن نوشته رو برامون انجام میده.
خب گزینه‌های دیگه‌ای که اینجا وجود داره بخش به عنوان مثلا من یکم بیام پایین‌تر توی بخش کالرها. مثلا توی بخش کالرها ما قسمت نرمال رو داریم که رنگ حالت عادی یا معمولی شی هست. قسمت هایلایت رو داریم زمانی که اشارهگر موس روش قرار میگیره، حالت کلیک زمانی که کلیک موس روش اتفاق میفته، یا زمانی که اصلا دکمه غیر فعال هست، یعنی هیچ کاری باش نداریم چه رنگی دیده بشه. بریم سراغ قسمت اتریبیوت ها که اینجا خودش چند تا دستور داره. اولین گزینه تول تیپ تکست هست، یه متن راهنما که اگه اشارهگر موس رو روی شی نگه داریم یه متن راهنما بهمون نشون میده. انیبل رو داریم که فعال یا غیر فعال بودن شی رو برامون مشخص میکنه. حالت ویزیبل رو داریم که آشکار یا پنهان بودن شی رو داریم و حالت کرسر رو داریم که اون در واقع حالتی هست که شکل اشارهگر موس وقتی که روی شی قرار میگیره، مثلا اینجا تنظیمش کردیم به شکل دست باشه یا حالتهای دیگه هم وجود داره، مثلا به شکل پنسل باشه، به شکل مانی و حالا مواردی که اینجا هست خودش پیش‌فرضش روی حالت دسته، به شکل یک دست در میاد. تنظیمات مربوط به پوزیشن رو داریم که در واقع حالت لفت تاپ که میشه میزان فاصله از لبه سمت چپ صفحه یا از قسمت بالا چقدر باشه. پهنا و ارتفاع رو بر اساس پیکسل اینجا میتونیم برای دکمه مشخص کنیم. قسمت آتو ریسایز رو داریم که قابلیت تغییر اندازه از سمت چپ، راست، بالا و پایین رو در زمان تغییر اندازه پروژه بهمون میده. بخش تنظیمات مربوط به ساوند یا صدا رو داریم که مثلا اولین گزینه هایلایت ساوند رو داریم که در واقع نوع صوتی هست که هنگامی که موس روی دکمه قرار میگیره یا فایل صوتی که وقتی اشارهگر موس رو روی شی قرار میدیم چه اتفاقی بیفته. حالت کلیک ساوند زمانی که کلیک میکنیم چه صدایی پخش بشه و حالت کلیک فایل رو هم داریم که تعیین مسیر فایل صوتی هست زمانی که روی شی کلیک میکنیم. خب حالا اینا یه مجموعه از تنظیمات مربوط به دکمه ها بود که همه اینها رو علاوه بر اینجا خب گفتیم توی قسمت ستینگ و قسمت اتریبیوت هم میتونیم این موارد رو ببینیم. مثلا همون قسمت آتو ریسایز رو اینجا داریم یا نام دکمه که برای فراخوانی ها میتونیم از این نام استفاده کنیم. بخش پوزیشن رو داریم، تعیین اندازه و ارتفاع دکمه رو میتونیم مشخص کنیم. اون کادر راهنما یا کادر تول تیپ رو داریم و قسمت صداها و ساوند رو زمانی که روش موس فقط قرار میگیره یا زمانی که کلیک میکنیم. همه اینها رو میتونیم از قسمت بروز فعالشون کنیم که به چه صورتی باشه. بخش استیت هم حالت نمایش دکمه است که در حالت آشکار یا پنهان باشه. خب بریم یه مثال رو با هم انجام بدیم. من از آبجکت گزینه ایمیج رو انتخاب میکنم، وارد من کامپیوتر میشم و توی پوشه پیکچرهای کامپیوتر یه عکس رو انتخاب میکنم که به عنوان بک‌گراند یا زمینه این اسلاید بتونم در نظرش بگیرم. خب میرم سراغ باتون ها و یک دکمه رو اینجا ایجادش میکنم، مثلا با رنگ سبز و این حالت رو اوکی رو میزنم. دکمه رو میذارم اینجا، تغییر اندازش رو هم درست میکنم، روش دوبار کلیک میکنم و اینجا کلمه آموزش رو براش در نظر میگیرم. از قسمت فونت یه فونت فارسی، مثلا فونت زرد رو براش انتخاب میکنم. اینجا اسکریپتش رو روی عربیک قرار میدم و اوکی رو میزنم و دوباره اوکی. خب حالا رنگش رو هم بهتره که مثلا رنگ مشکی رو بهش بدم که بیشتر دیده بشه.
میتونم یه ذرم کوچیکتر و جابجاش کنم. خب یه دونه کپی ازش میگیرم، کلیک سمت راست کپی و دوباره گزینه پیست رو بعد داشته باشیم. خب من کنترل وی رو میزنم این کپی ازش گرفته بشه. میتونم اسم این رو عوضش کنم. برای که اسمش عوض بشه دوباره کلیک میکنم، اسمش رو میذارم بازی و یه دونه دیگه ازش میتونم کپی بگیرم، اسم این یکی رو مثلا بذارم، اسم این رو میذارم شعر، یه دونه کپی دیگه و اسم یکی رو میذاریم داستان. خب و به ازای همه اینها که ایجادشون کردیم میتونیم چیکار کنیم؟ حالا میتونیم در واقع میخوایم کاری انجام بدیم که اینها لینک داده بشن. خب بریم ببینیم چجوری این کار رو میتونیم انجام بدیم. من یکم این رو جابجا کنم. خب خوبه. برای این کار اول اصلا باید اسم اینها رو درست کنیم، یعنی من یک بار بیرون کلیک میکنم که اینا انتخاب بشن. نام باتون یک رو مثلا میذارمش learn یا همون آموزش. نام رو به انگلیسی بذارید. برای بقیه دکمه هم این کار رو انجام میدم. بازی رو انتخاب میکنم، نامش رو میذارم، یه نامی که بعدا بتونم خودم بهتر اینها رو پیداشون کنم. برای بعدی نام رو میذارم شعر و برای داستان هم به همین ترتیب نامشون رو عوض کرد. خب. حالا باید به ازای تمام اینها ما صفحه ایجاد کنیم. خب چند تا داریم؟ 1 2 3 4 تا دکمه است، از 4 تا هم صفحه میخوایم. روی پیج کلیک میکنم، گزینه اد رو میزنم، دوباره اد و دوباره خب 4 تا صفحه شد. اینجا میتونم که روش کلیک سمت راست رو بزنم و از این قسمت میتونم که باز نامش رو هم اینجا عوضش کنم. خب این صفحه مربوط به آموزش هست. بعدی بازی رو داشتیم، پیج رو انتخاب میکنم، اسم این رو میذارم بازی و بعدی شعر رو داریم و آخری هم داستان. خب بعد از اینکه همه صفحه ها نامگذاری شدن برمیگردم به صفحه اصلی، دکمه آموزش رو انتخاب میکنم، روش دوبار کلیک و اینجا از قسمت کویک اکشن شو پیج رو براش انتخاب میکنم. اینجا توی قسمت پیج تو شو بعد مشخص کنیم که در واقع چه اکشنی میخواد واسه شو پیج اتفاق بیفته. حالت اول حالت فرست رو داریم که نمایش اولین صفحه رو بهمون میده. حالت پریویوس نمایش صفحه قبلی، نیکست نمایش صفحه بعدی، لاست رو داریم که نمایش آخرین صفحه است. بک هیستوری رو داریم که نمایش صفحه بازدید شده قبلی رو بهمون میده و فوروارد هیستوری نمایش صفحه بازدید شده بعدی رو بهمون میده. اسپسیفیک پیج هم که در واقع خودمون به صورت خاص براش مشخص میکنیم چه صفحه‌ای رو بهمون نشون بده. خب من روی همین حالت اسپسیفیک میذارم و اینجا از بخش پیج نیم باید نام اون صفحه‌ای که میخوام این دکمه بهم نشون بده. مثلا برای دکمه آموزش صفحه آموزش رو داریم، این رو میزنم و اوکی رو هم میزنیم. این کار رو برای همه میتونیم انجام بدیم. مثلا برای بازی دوباره به همین ترتیب از قسمت کویک اکشن روی حالت شو پیج اکشن رو و حالت اسپسیفیک پیج و پیج بازی میخوام نشون داده بشه. خب حالا تا همینجا بسته. ما میتونیم که در واقع توی اینها هم یک تکستی، یه متنی بذاریم که مطمئن بشیم در واقع داریم به همین صفحه ما رو آورده. خب من میتونم مثلا اینجا توی خاصیت تکستش بنویسم آموزش
و توی صفحه بازی هم دوباره مثلا یک دکمه براش بذاریم. اینجا یه دکمه بنفش قرار میدیم. خب برمیگردم توی پیج اصلی و F5 رو میزنم تا یک پریویو از نرم افزار برامون تا اینجا ایجاد کنه. کانتینیو. خب این صفحه اولمون درست شد. حالا اگه روی دکمه آموزش کلیک کنم من رو میبره توی صفحه آموزش. خب بهتر بود که مثلا توی همین صفحه یه دونه دکمه رفتن به صفحه اصلی رو هم میذاشتیم که نخواهیم این رو ببندیم. حالا من مجبورم این رو ببندم، دوباره F5 رو بزنم و بریم حالا بازی رو امتحان کنیم و اومدیم توی صفحه مربوط به بازی ها. پس به این ترتیب میتونیم که رویدادهای مختلف رو واسه دکمه هامون ایجاد کنیم. خب علاوه بر این که ما از دکمه های آماده خود این نرم افزار میتونیم استفاده کنیم، این امکان رو به ما داده که حتی خودمون دکمه بسازیم. برای این کار میرم توی منوی تولز و اینجا باتون میکر داریم، انتخابش میکنیم و این پنجره که باز میشه از بخش باتون گزینه لود ایمیج رو میزنیم و اینجا اون تصویری رو که میخوایم به عنوان دکمه برامون در نظر بگیره رو انتخاب میکنیم. مثلا من این فایل PNG شده بدون بک‌گراند رو انتخاب میکنم و خب پریویوش رو داره اینجا بهمون نشون میده و خب حالا که کارم اینجا تموم شد این رو بعد ذخیره‌اش کنیم توسط سیو باتون و یک مسیر بهش میدم، مثلا توی پوشه پیکچرها برامون ذخیره بشه با پسوند VPN. خب این رو ذخیره میکنم و این پنجره رو میبندم. حالا برای اینکه بخوام استفاده کنم کافیه دوباره دکمه یا باتون رو انتخاب کنم و این بار به جای دکمه های آماده مسیری رو که بهش داده بودم برای ذخیره رو انتخاب کنم و دکمه VPN اینجا داره دیده میشه که اوکی رو بزنیم. این رو برامون میاره توی پروژه که میتونیم ازش استفاده کنیم. خب شیء بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم شیء ایمیج هست. از آبجکت ایمیج رو انتخاب میکنم یا از جعبه ابزار میتونید که در واقع ایمیج رو انتخاب کنید اینجا، یا کلید میانبر کنترل 4 رو داره. از این طریق شما میتونید عکس وارد نرم افزار کنید که خودش حالا توی بخش گالری ها یک سری الیمنت هایی رو داره بهمون نشون میده که میتونیم از اینها استفاده کنیم. میتونیم هم که باز مجددا خودمون مسیر بهش بدیم و یک عکسی رو وارد نرم افزار کنیم. به عنوان مثال مثلا من این عکس رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. میتونیم که توسط دستگیره ها کوچیکترش کنیم و تغییر ابعاد رو براش داشته باشیم. همونطور که توی اسلاید اول هم دیدیم میتونیم یه عکس رو به عنوان بک‌گراند صفحاتمون قرار بدیم و ازش استفاده کنیم. خب این از ابزار ایمیج که به راحتی میتونیم تصاویر رو ایمپورت کنیم توی نرم افزار. خب شیء بعدی شیء لیبل رو داریم که اینجا با آیکون ABC دیده میشه، یا از منوی آبجکت گزینه لیبل رو میتونیم انتخاب کنیم که توسط این شیء میتونیم یک متن رو داشته باشیم و یک متن رو هر جایی از پروژه بنویسیم. کافیه که از پنل پراپرتیز در بخش تکست هر محتوایی رو که میخوایم اینجا بنویسیم. مثلا من همون عبارت ولکام رو براش در نظر میگیرم که باز میتونین حالا اگر فارسی هم میخوایم بنویسید میتونید که یه فونت ایرانی یه فونت فارسی از بخش اسکریپتش هم فارسی انتخاب کنید و اینجا تکستش رو به صورت فارسی بنویسید. خب این هم در واقع از شیء لیبل که برای نوشتن متن از اون استفاده میکنیم. خب شیء بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم شیء پاراگراف هست. من میام توی صفحه خالی و اینجا شیء پاراگراف رو انتخاب میکنم.
یه کادر به ما میده که میتونیم توی این کادر متن‌های طولانی و متن‌های بزرگ خودمون رو بنویسیم. مثلا به عنوان مثال یه صفحه بذاریم که درباره ما خودمون رو معرفی کنیم، یا یک صفحه رو بذاریم که نحوه کار با این نرم افزار رو معرفی کنیم. خب اینجا به صورت دیفالت یک سری متن رو توش نوشته که اگه دوبار کلیک کنید توی بخش تکست میتونید که این محتوای پیش‌فرض رو پاک کنید و خودتون یک سری متن رو اینجا براش داشته باشین. و برای اینکه اون مشکلات تایپ فارسی هم نداشته باشیم قرار شد که از فونت‌های فارسی و اسکریپت عربی براش استفاده کنیم و اوکی رو میزنم. توی بخش الاینمنت چپ وسط یا راست بودن رو میتونیم مشخص کنیم براش که این حالا کادر به چه صورتی قرار بگیره. از بخش کالر که اینها رو در موردش قبلا صحبت کردیم. بخش بک‌گراند استایل رو داریم که رنگ زمینه‌ای که متن روش میخواد باشه حالت ترانسپرنت باشه یا رنگ داشته باشه، حالت بوردر دورخطش چه رنگ باشه. و این هم نوارهای پیمایشی یا اسکرول هست که اگه متن خیلی زیاد باشه دکمه اسکرول رو داشته باشیم که در واقع کاربر بتونه متن رو اسکرول کنه و تا انتها بخونه. خب به این ترتیب که حالا دیگه داریم میبینیم متن رو قرار داد به صورت راستچین هم قرار داد. حالا اگه متن خیلی بیشتر از این کادر بود دکمه اسکرول رو هم داریم. اینطوری ببینید من کوچیکش کردم که اینجا دیگه حالا دکمه اسکرول داره دیده میشه. البته اینجا خب نمیتونیم باش کار کنیم چون فقط توی اجرا این اتفاق میفته. خب من یک بار F5 رو بزنم که ببینیمش. کانتینیو و بعد بریم سراغ صفحه بازی و اینجا الان اسکرول داره برامون کار میکنه. خب شیء بعدی شیء ویدیو رو داریم که به ما این امکان رو میده بتونیم یک ویدیو رو واسه جذاب‌تر شدن به پروژمون اضافه کنیم. فقط حواستون باشه که این نرم افزار از فرمت‌های مثل در واقع WMV یا MPEG AVI این همچین فرمت هایی رو ساپورت میکنه. اگر که ما حالا ویدیویی داریم که این فرمت ها رو نداره میتونیم از قبل توسط یک نرم افزار تبدیل فرمت و همدیگه اینها رو عوض کنیم و ویدیو رو ایمپورت کنیم. حالا من یک ویدیو رو با فرمت MPG دارم و اینجا اوکی میزنیم. این میاد و میتونید ها جابجاش کنین، دستگیره هاش رو بزرگتر و کوچکتر شدنش رو میتونین در نظر بگیرین که به چه حالتیه. اگر روش دو بار کلیک کنیم پنجره خصوصیاتش رو میبینیم که توی قسمت فایل که از بخش بروز باز میتونیم مسیر ویدیوی دیگه رو براش مشخص کنیم که اون رو آپلود کنیم. از قسمت استیج انتخاب رنگ صحنه که به صورت پیش‌فرض هم مشکیه. بخش اسکیلینگ مود رو داریم که نوع نمایش فیلم رو اینجا نشون میده. حالت من بازش کنم دو تا حالت داریم. این حالت پیش‌فرض خودش در واقع نسبت‌های اصلی فیلم رعایت میشه و در صورتی که کوچکتر بودن ابعاد در اطراف اون رنگ صحنه قابل مشاهده است. ببینید الان اگه من این رو کوچیک کنم این رنگ صحنه در اطراف داره مشخص میشه. ولی اگه حالت استریج رو انتخاب کنم در واقع میاد و فیلم رو میکشه تا کل فضای اسلاید رو برامون بپوشونه یا پرش کنه. توی بخش استایل میتونیم انتخاب سبک و رنگ دکمه‌های پخش کننده رو مشخص کنیم. توی قسمت تایم میتونیم انتخاب نوع نمایش زمان فیلم رو براش مشخص کنیم که حالت زمان فیلم نمایش داده نمیشه. حالت بعدی زمان مشاهده فیلم رو نشون میده. حالت بعدی زمان کل فیلم رو بهمون نشون میده و حالت آخر هم که زمان مشاهده شده و زمان کل فیلم رو بهمون نشون میده که فکر میکنم حالا از هر دوتاش باشه بهترم هست. قسمت آتو استارت رو داریم که اینجا توی بخش پلی در واقع شروع اتوماتیکه، یعنی به محض اینکه اجرا کنیم فیلم خودش پخش میشه.
حالت لوپ تکرار مجدده که اگه ویدیو تموم شد دوباره توی حلقه تکرار میفته و هی پخش میشه. قسمت بوردر رو داریم که یک کادر دور فیلم برامون قرار میده و این قسمت اپلای کاستوم که انتخاب یه ماسک برای نمایش ویدیو هست که در واقع فیلم در یه قاب انتخابی نشون داده میشه که از بخش بروز میتونیم بریم بیاریم و بهش آدرس بدیم. خب من اوکی رو میزنم، یک بار F5 و پریویو رو از این ببینیم. Now available in the Main Street subdivision, this beautiful custom Magnolia home boasts over 2,800 square feet and خب دکمه های توقف و پاز رو هم اینجا داریم. دکمه پلی رو مدت زمان کل فیلم و میزان نمایش که تا اینجا 8 ثانیه، 11 ثانیه هم کل فیلم هست داره بهمون نمایش میده. خب شما میتونید این دکمه های کنترلی رو هم بر اساس سلیقه خودتون تغییرش بدین. من یک بار دیگه وارد پنجره خصوصیات میشم. اینجا توی بخش استایل شما میتونید که بذاریدش رو حالت ناون که اصلا این نوار کنترلی رو اینجا نداشته باشیم و خب اوکی میزنم. ببینید که این نوار رفت. حالا میتونم از بخش ایمیج برم تصاویر دلخواهی که حالا خودم از بیرون دارم رو که برای دکمه پلی، استاپ و پاز رو وارد نرم افزار کنم. مثلا این قلب رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. کمی هم بزرگترش میکنم میذارمش اینجا. میتونم یه دونه دکمه دیگه رو بیارم حالا به صورت عکس، مثلا برای زمانی که میخوام توقف رو انجام بدم، مثلا این رو و این رو هم میارم میذارم اینجا و کمی هم بزرگترش میکنم. خب حالا روی دکمه اول یا روی تصویر اول دوبار کلیک میکنم. از سربرگ اسکریپت اد اکشن رو میزنم تا یه اکشن جدید براش ایجاد بشه. خب توی کار اول باید اصلا مشخص کنیم نوعش از نوع خب در مورد ویدیو هست و چه رویدادی میخوایم اتفاق بیفته. رویداد ویدیو پلی. پس توی کادر دوم اکشن پلی شدن ویدیو رو براش انتخاب میکنم. گزینه نکست رو میزنم و اینجا باتونم رو که همون ویدیو هست رو انتخاب میکنم و فینیش رو میزنم. خب اینجا دیگه کارمون تمومه و اوکی رو میزنم. یک بار دیگه میرم تو خصوصیات، گزینه آتو استارت رو هم ور میدارم که خودم با زدن دکمه ویدیو رو ببینم. یه پریویو رو بزنیم ببینیم که تا اینجا به چه صورت شده و نگاه کنید الان من وقتی واردش میشم ویدیو اجرا نمیشه. روی این تصویر که کلیک now میکنم available in the ویدیو Main Street اجرا. subdivision, this beautiful custom خب شی بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم شی کویک تایم رو داریم که در واقع شی کویک تایم این شی عین همون شی ویدیو هست و برای ما امکان وارد کردن یک ویدیو رو میده، ولی با این تفاوت که در واقع پخش این ویدیو رو نرم افزار کویک تایم به عهده میگیره و برای استفاده و نمایش ویدیوها ما حتما باید نرم افزار کویک تایم رو روی سیستممون نصب داشته باشیم. ولی خب مزایایی هم که داره اینه که فرمت MP4 رو هم پشتیبانی میکنه توی ویدیوها. خب ابزار بعدی ابزار فلش رو داریم که توسط این ابزار میتونیم فایل هایی واسه یه انیمیشن و پویانمایی رو به کارمون اضافه کنیم که جذاب تر بشه. نکته ای که فایل های فلش دارن اینه که فایل ها حتما باید از پسوند SWF باشه تا بتونیم اونها رو ایمپورت کنیم و توی نرم افزار ببینیم. میتونیم با نرم افزار کپتیویت در واقع حالا از هر قسمتی از محتوایی که داریم با فرمت SWF خروجی بگیریم و اینجا استفادهشون کنیم. خب مثلا به عنوان مثال من یکی از این فایل های انیمیشن رو انتخاب میکنم و به صورت متحرک میتونم توی نرم افزار ازش استفاده کنم برای جذابتر شدن کارمون. حالا اگر روش دو بار کلیک کنیم اینجا باز یه سری خصوصیات عین قبل هست. حالت آتو استارت که بلافاصله خودش اجرا بشه، حالت لوپ حالت تکرار رو داشته باشه که خوبه که فعال باشه چون انیمیشن ها کوتاه هستن. این باعث میشه توقف پیدا نکنه، مثلا این کره مداوم دور خودش داره میچرخه.
از بخش کانتکست منو میتونید براش مشخص کنید که در حالت فول باشه یا در حالت استاندارد، که من اینجا براش حالت استاندارد رو انتخاب میکنم. و اینکه حالا مثلا بوردر داشته باشه، الاینمنتش کجا باشه، به صورت تاپ، لفت، باتون، همچنین یه سری موارد این چنینی رو اینجا براش تعیین کنید. خب شی بعدی شی اسلاید شو رو داریم که این شی برای ما یک گالری تصاویر ایجاد میکنه که یک تعدادی عکس رو پشت سر هم در یک زمان مشخص بهمون نشون میده. من این کادرش رو یه ذره بزرگتر میکنم و 2 بار کلیک این قسمت ایمیج فایل میتونیم از قسمت اد عکس های مورد نظرمون رو بیاریم. خب من از کامپیوتر استفاده میکنم و از پوشه پیکچرها و تصاویرم رو انتخاب میکنم. مثلا این تصویر رو اوکی میزنم، دوباره از قسمت اد دوباره برمیگردم توی پوشه مای پیکچر و تصویر بعدی رو انتخاب میکنم، مثلا به عنوان مثال این یکی تصویر رو، و دوباره از قسمت اد این سه تا عکس رو براش در نظر گرفتم. اینجا میتونم ترتیب نمایش عکس ها رو جابجا کنم که کدوم عکس زودتر دیده بشه. از قسمت چنج میتونم یه عکس رو جابجا کنم با عکس دیگه. از قسمت بک‌گراند اسلاید میتونید که حالت رنگ یا حالت ترانسپرنت رو داشته باشه اون کادری که عکس ها روش نمایش داده میشن، آیا بوردر داشته باشیم یا نه. از بخش تایمر بر حسب میلی ثانیه میتونید مدت زمان فاصله بین تصاویر رو براش مشخص کنید. آتو استارت که به صورت اتوماتیک برامون پخش رو انجام میده، توی حلقه تکرار باشه یا نه. حالت شافل حالت اینه که ترتیبش مهم نباشه، یعنی هی در هر اجرا اینها رو به هم ریختگی بده و مثلا اول تصویر اول دیده بشه، بعد سوم، بعد مثلا دوم، یا حتی به هم ریختگی داشته باشه. خب اوکی رو میزنیم و یه دونه F5 ببینیم که خروجیمون. خب ببینیم که عکس ها داره با یک مدت زمان مشخص یکی یکی میگذره و به صورت یک گالری تصاویر میتونیم اونها رو ببینیم. خب شیء بعدی شیء PDF رو داریم که میتونیم از طریق این شیء فایل های PDF خودمون رو وارد نرم افزار کنیم. از قسمت بروز باید بهش یه دونه فایل نمونه PDF رو بدیم و اوکی رو میزنیم. خب اینجا اوکی و میتونیم که حالا در اندازه و سایزش رو هم مشخص کنیم که به چه صورت باشه و فایل های PDF خودمون رو از این طریق مرور کنیم. شیء بعدی شیء وب رو داریم که از این طریق میتونیم که یه آدرس اینترنتی یا یک URL صفحه وب رو براش تعیین کنیم. توی کادر باز شده توی بخش URL اینجا آدرس سایت مورد نظرمون رو وارد میکنیم که در اجرا هر وقت روی این شی کلیک شد و در صورتی که به اینترنت متصل باشید شما رو به این سایت متصل میکنه. خب شی بعدی شی ایکس باتن رو داریم که عین همون باتن هست، در واقع همون عملکرد رو داره، ولی تفاوتی که با باتن داره این هستش که ما ایکس باتن رو میتونیم روی اشیاء فلش هم قرار بدیم، ولی باتن این خاصیت رو نداشت. ببینید من یه دونه ایکس باتن ایجاد میکنم و میارمش روی شیء فلش قرارش میدم. اما اگر من یه شیء از نوع باتن ایجاد کنم، مثلا این رو، و اوکی کنم، این رو درگ کنم بیارم روی فلش، نمیاد و قرار نمیگیره، زیر این قرار گرفته. فقط تنها تفاوتشون همینه، فقط عملکردشون عین همدیگه است. خب شیء بعدی شیء چک باکس رو داریم که این امکان رو به ما میده از این دکمه هایی که حالت چک باکس دارن رو داشته باشیم. وقتی روش دوبار کلیک کنیم اینجا متن مورد نظرمون رو میتونیم بنویسیم. به عنوان مثلا چند تا چک باکس واسه فهمیدن اینکه حالا جنسیت زن یا مرد میتونیم
انتخاب کنیم و اینجا من فونت فارسی رو براش انتخاب کنم، اوکی رو میزنم. میتونیم الاینمنتش رو مشخص کنیم که این تکست در کدوم قسمت کادر قرار بگیره. مثلا من وسط رو میذارم. الاینمنت خود دکمه رو میتونیم مشخص کنیم، بخش کالر و رنگ بندیش رو، و از این قسمت هم میتونیم که حالت چک مارک رو بهش بدیم که تیک خورده باشه در حالت اول یا نه. حالا اگر که F5 رو بزنیم، ما الان یه دونه دکمه حالت چک باکس داریم که اگر حالا اون شخص زن نباشه میتونه اینو از حالت انتخاب خارجش کنه یا تیکش رو فعال کنه. میتونیم برای یه سری موارد یه چند تا از اینها رو تعریف کنیم و کاربر خودش یکی از گزینه‌ها رو تیک بزنه. خب شیء بعدی شیء رادیو باتن رو داریم که عین چک باکس هست، ولی اینجا حق انتخاب بین چند تا گزینه رو شما به کاربر میدین. برای امتحان‌های تستی خیلی کاربرد داره. انتخاب میکنم من یه دونه از اینا رو اینجا میذارم، یکی دیگه رو هم انتخاب میکنم اینجا قرارش میدم. حالا برای اینکه کاربر از بین این دوتا فقط بتونه یه دونه رو انتخاب کنه، شما باید اینها رو در یک گروه قرار بدین. دو بار کلیک میکنم توی تنظیمات، اینجا بخش گروه آیدیش رو میذارم عدد 1 و میتونم اینجا یک مقدار براش در نظر بگیرم که به صورت پیش‌فرض چه مقداری توش باشه یا چک خورده باشه یا نه. از بخش تکست میتونم براش یک متن رو بذارم و اینجا چون فارسی نوشتم حتما باید برم این رو حالت عربیک تنظیم کنم. خب این توضیحات عین قبل هست، اوکی رو میزنم، میرم برای دومی هم این کار رو انجام میدم. اینجا مثلا کلمه مرد رو می‌نویسم. خب و آیدی این رو هم 1 میذارم که از یک گروه باشن. حالا یه اجرا میگیریم. خب توی اجرا الان کاربر حق داره یکی از این موردها رو انتخاب کنه و با انتخاب مورد، ببینید من اگر مثلا زن رو انتخاب کردم، اینجا اگه بیام روی مرد هم انتخاب کنم اون از حالت انتخاب خارج میشه، یعنی فقط حق دارم یکی رو. به خاطر اینه که گروه‌هاش رو یکی گذاشتیم، هر دو رو از گروه 1 انتخاب کردیم و این مورد برای حالا آزمون‌ها یا سوالاتی که چند تا گزینه رو می‌خوایم کاربر یکی رو جواب بده خیلی کاربرد داره. یکی دیگه از کاربرداش اینه مثلا اگر که به جای زن یا مرد بودن آدرس وبسایت براش تعریف می‌کردیم، مثلا من اینجا دوبار کلیک می‌کنم روی این و اینجا مثلا یه آدرس سایت بهش میدم، مثلا سایت گوگل. خب و از سر برگ کویک اکشن میتونم اینجا بهش بگم که یه آدرس سایت رو نشون بده، ویو وبسایت، و حالا اینجا آدرس سایت رو بهش بدم، مثلا همون سایت google.com رو اینجا براش وارد کنم. بعد این اتفاق میافته که حالا علاوه بر اینکه انتخاب میکنه، اگه به اینترنت وصل باشید به این سایت هم میره و این سایت رو نشون میده. خب یک بار پریویو رو بزنیم. خب ببینید الان وارد وبسایت. خب شیء بعدی شیء اینپوت رو داریم که توسط این شیء ما میتونیم از کاربر بخوایم که یک متنی رو وارد کنه. خب من شیء رو قرار میدم اینجا، دوبار روش کلیک میکنیم. خب توی قسمت مالتی لاین اگر انیبل رو فعال کنیم، کاربر این اجازه رو داره که بیشتر از یک کلمه یعنی چند خط برامون متن وارد کنه. حالت اینپوت استایل اگه روی حالت استاندارد باشه که فقط یک متن عادی رو میتونیم روی حالت پسورد بذاریمش که یک پسورد رو برامون وارد کنه. و خب حالا بقیه موارد رو که قبلا در موردش توضیح داده بودیم. حالا اگر که اوکی بزنیم و یک پریویو ازش بگیریم، اینجا کاربر در واقع این امکان رو داره که توی این کادر یک متنی رو وارد کنه. مثلا من متن
تست رو می‌نویسم و کاربر تونست اینجا خودش تایپ کنه. خب شیء بعدی شیء کامبو باکس رو داریم که برای ما یک لیست کشویی ایجاد میکنه. دو بار کلیک میکنم و اینجا میتونم که آیتم هام رو بنویسم. مثلا اسم رشته می‌نویسم، مثلا رشته کامپیوتر. بعدی رو میذارم مثلا رشته ادبیات و رشته بعدی رو هم میذاریم رشته مثلا ریاضی. خب اینجا از بخش استایل میتونم که حالت لیست حالت افتادنی رو داره، دروپ داون لیست، یا حالت ادیت هم داشته باشه کاربر. بخش سورت که برامون عمل مرتب سازی رو انجام میده. اینا هم که مربوط به رنگ بندی و تنظیمات استایل هست. از این قسمت میتونیم که اینها رو جابجا کنیم، ترتیب هاش رو، یا یک سطر جدید اضافه کنیم. خب من اوکی رو میزنم و بریم توی اجرا یه بار F5 رو بزنیم. خب اینجا ببینید این باز میشه و حالا رشته مورد نظر هرچی که باشه از بین اینها میتونه انتخاب کنه. در واقع یک لیست کشویی رو داره به ما میده. ابزار بعدی ابزار لیست باکسه که در واقع عین همونه. تنها تفاوتی که داره اینجا دیگه حالت لیست کشویی نیست و کاربر داره میبینه آیتم ها رو و بین آیتم ها میتونه که یه دونه رو انتخاب کنه. ببینیم یه پیشنمایش رو. اینجا حالا آیتم ها رو داره میبینه و میتونه آیتم مورد نظر رو از بین این آیتم ها انتخاب کنه. ولی اینجا به صورت کشویی این لیست رو داریم. حالا تنها تفاوتش اینه ولی عملکرد یکسان و مشابهی دارن. خب گزینه بعدی یا شیء بعدی شیء آبجکت رو داریم که ایجاد یک لیست درختی رو برای ما انجام میده. همینجوری که دارین هم میبینید یک لیست سلسله مراتبی یا لیست در اصطلاح درختی رو برامون ایجاد میکنه. خب من دوبار کلیک میکنم وارد تنظیماتش میشم. ببینیم که چه تنظیماتی رو داره. توی بخش تری آیتم های موجود در ساختار درختی رو داره بهمون نشون میده که برای ویرایش آیتم ها روی اونها دوبار کلیک میکنیم. خب من این به اضافه رو باز میکنم و کافیه که روی آیتم ها دوبار کلیک کنم تا این پنجره رو ببینم. خب اینجا مثلا حالا اسم داده مورد نظرمون رو می‌نویسیم. مثلا من برای همین سایت می‌نویسم. مثلا به عنوان مثال می‌نویسم بخش آموزش رو داریم. خب توی قسمت آیتم تکست که من نامش رو نوشتم و توی یعنی متن گزینه و توی آیتم دیتا داده مورد نظر رو میتونید وارد کنید که حالا اگه داده ای باشه اینجا واردش میکنم. این رو اوکی میزنم. میرم توی آیتم دوم. مثلا اینجا براش می‌نویسم که مورد بعدی که داشتیم بخش بازی ها رو داشتیم توی این سایت و باز این رو اوکی میکنم. قسمت اد آیتم رو داریم این پایین که اگر کلیک کنم دوباره یه دونه دیگه از اینا برامون اضافه میشه. میتونم مثلا بخش شعر رو داشتیم که اینجا براش اضافه کنم و حالا همینطوری هی میتونیم که توسط این دکمه ها توسط این دو تا دکمه موو آیتم آپ و داون به سمت بالا اینها رو جابجا کنم و اگه بخوام که یک چیزی زیر مجموعه عنوان دیگه ای باشه این حالا قسمت شعر رو ببینید. من اگه بخوام توی زیر مجموعه بخش بازی قرار بگیره میارمش جلوتر. اگر هم که نه میتونم که به سمت لفتش بدم که در واقع سرشاخه باشه نه زیر شاخه. دیگه آیتم های دیگه مثلا میتونم یه دونه دیگه اد بزنم و بخش داستان رو اضافه کنم و اوکی رو بزنم. حالا داستان خب بیاد زیر مجموعه شعر قرار بگیره که حالا حالت درختی بودنش بیشتر دیده بشه.
حالت یوز ایمیج لیست رو داریم که میتونیم لیست رو به صورت تصویری هم در نظر بگیریم که از قسمت بروز میتونیم یک تصویر رو براش مشخص کنیم. اینجا گزینه شو چک باکس رو داریم که کادهای علامت یا چک باکس رو کنار گزینه ها برامون اضافه میکنه که میتونیم حالت تیک زدن رو داشته باشه. حالت بعدی حالتی که بین آیتم ها خط برامون میکشه که به صورت پیش‌فرض هم وجود داره، یعنی تیکش خورده شده. حالت بعدی لاین ات روت برای ریشه ها هم خط در نظر میگیره که خطوط تا ریشه ادامه پیدا کنن که باز در حالت عادی میبینیم به صورت پیش‌فرض این وجود داره. حالت حذف باتن دکمه ها رو برای آیتم ها در نظر میگیره و حالت ادیت لیبل رو داریم، امکان ویرایش برچسب ها یا متن های داده ها رو بهمون میده و آخرین گزینه هم که always show selection همیشه موارد انتخابی رو برامون نمایش میده. از این قسمت هم که باز میتونیم تنظیمات مربوط به رنگ رو براش داشته باشیم. خب اوکی رو میزنیم و میتونیم این کاد رو هم حالا به اندازه بذاریم. یک ساختار درختی و اینجا که به اضافه هست یعنی در واقع این خودش یه سری زیر مجموعه داره که توی زمان اجرا میتونیم به اضافه باز کنیم و زیر مجموعه هاش رو هم ببینیم. خب شیء بعدی شیء گرید رو داریم که امکان نمایش یک جدول رو به ما میده. میتونیم برای ثبت اطلاعات، نمایش اطلاعات و یه جوری حالا یک بانک پایگاه داده رو ایجاد کنیم و ازش استفاده کنیم. خب اگر من 2 بار کلیک کنم وارد تنظیمات میشم. توی بخش گرید میتونیم که تعداد سطرها، تعداد ستونها و تعداد سطرهای ثابت و تعداد ستونهای ثابت رو مشخص کنیم از این قسمت که این جدول ما چند سطر و ستونی باشه. توی بخش آپشن ها گزینه ادیتیبل که قابل ویرایش بودن محتوا رو به ما اجازه میده. حالت سلکتیبل قابل انتخاب بودن سلول ها رو بهمون میده. حالت بعدی امکان کشیدن و درگ دراپ کردن سلول برامون وجود داره. امکان تغییر سایز سطرها رو داریم، سطر و ستون ها رو بخوایم تغییر سایز بدیم. نمایش خطوط راهنما رو میتونیم داشته باشیم که نمایش خطوط باشه، حالا افقی، عمودی یا هر دوتاش رو داشته باشیم. بخش کاستوم کالر انتخاب رنگ ها به صورت سفارشی که میتونیم فعال کنیم و تمام قسمت ها رو رنگ بندیاش رو عوض کنیم. کادرها، خطوط و بک‌گراند جدول ها میتونیم رنگ ها رو عوض کنیم. قسمت CSV فایل که نمایش یک فایل CSV هست که در واقع فایل های CSV یه سری فایل های خام متنی هستند که شامل لیستی از داده ها و برای جابجایی داده ها بین نرم افزارهای متفاوت استفاده میشن. مثلا نرم افزار اکسل یا اکثر نرم افزارهای پایگاه داده و نرم افزارهای مربوط به مدیریت کاربران معمولا از فایل های CSV پشتیبانی میکنن که خب حالا اطلاعات رو به صورت کاما هم با کاما میتونیم از همدیگه جداشون کنیم. اینجا 2 تا گزینه رو برامون گذاشته. حالت اول نمایش گرید به اندازه داده های فایل CSV هست. حالت دوم جا دادن فایل CSV در سطرها و ستونهای موجوده، یعنی داده ها رو به اندازه گرید نمایش میده که باز میتونیم از این قسمت استفاده کنیم. خب آبجکت بعدی آبجکت پروگرس رو داریم که یک نوار پیشرفته، مثل زمانی که داریم یه سری فایل رو کپی میکنیم یه نوار پیشرفت رو داریم که تا چقدر حالا کار ما پر شده و تا چه میزان ازش مونده. خب شیء بعدی شیء ریچ تکسته که عین همون پاراگرافه، میتونیم متن‌های طولانی توش وارد کنیم ولی با این تفاوت که اگه بریم توی خصوصیاتش اینجا حالت رید اونلی داره. میتونیم که برش داریم کاربر موقع اجرا بتونه هم ادیت کنه متن رو، همین که کپی ازش بگیره. یه تفاوت دیگه هم اینه که ما در واقع اینجا بخش قالب بندی متن رو هم داریم، میتونیم که حالا یه سری تنظیمات مربوط به ادیت فونت رو هم روش اعمال کنیم.
خب ابزار بعدی که داریم ابزار هات اسپات هست که این امکان رو به ما میده یک ناحیه کلیک کردنی داشته باشیم و کاربر بعد از اینکه کلیک میکنیم محتوا رو راجع به اون ببینه. خب من مثلا اینجا یه عکس دارم، میخوام وقتی کاربر روش کلیک میکنه مثلا حالا یه سری توضیحاتی راجع به این کفش دوزکش داده. برای این کار اول میرم یک دیالوگ یا یک متن رو واسه این میسازم. خب میتونم از سربرگ دیالوگ استفاده کنم، اد رو میزنم و اینجا حالا محتویات رو مینویسم، مثلا یه دونه لیبل اضافه میکنم و اینجا در موردش مینویسم که مثلا این چی هست یا چه کاربردی داره. یه سری اطلاعات رو میتونیم براش بذاریم، میتونید اصلا از یک کارت پاراگراف استفاده میکردیم راجبش توضیحی میدادیم. خب یه دونه دیالوگ ایجاد کردم، اسمش رو هم در واقع دوبار کلیک میکنم، نامش رو هم باز میذارم همون کفش دوزک که بعدا بتونمش پیداش کنم اسم این دیالوگ رو و اوکی رو میزنم. برمیگردم اینجا و این هات اسپات رو میارم روی تصویر قرار میدم که یک ناحیه کلیک کردنی اتفاق بیفته روی این. روش دوبار کلیک میکنم تا خصوصیات هات اسپات رو ببینم. سربرگ کویک اکشن رو از بخش کویک ران میگم شو دیالوگ کن، یعنی اگر که روی این عکس کلیک شد یک دیالوگ به من نشون بده و اینجا از بخش دیالوگ نیم نام دیالوگ رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. توی اجرا یک بار F5 رو میزنم و اجرا رو ببینیم. الان وقتی کاربر میره روی این تصویر ببینید مکان نما میشه شکل دست، یعنی یه ناحیه کلیک کردنی داریم که اگر کلیک کنه اون دیالوگی که برای ساختیم رو داره بهش نشون میده. خب دوباره یه سری بزنیم به معنای آبجکت ببینیم چه چیزی اینجا مونده که در موردش نگفتیم. اینجا بخش پلاگین رو داریم که میتونیم توسط این ابزار یه سری افزونه های از پیش آماده رو مثل تقویم یا شیپ ها یا مدیا پلیر رو به نرم افزار اضافه کنیم. حتی خودمون میتونیم که از اینترنت دانلود کنیم و اونها رو توی مسیر نصب این نرم افزار قرار بدیم و از ابزارهای خودمون هم استفاده کنیم و به این ترتیب حالا من اوکی رو میزنم، اینجا بزرگترش کنم، یه دونه تقویم رو داره بهمون نمایش میده. خب گاهی وقتا ما لازم داریم اشیا رو انتخاب کنیم. برای انتخاب کردن کافیه که روش کلیک کنیم تا اون شی در حالت انتخاب قرار بگیره. اگر که من چند تا اشیا رو داشته باشم و حالا از یک مجموعه بخوام اونها رو جابجا کنم بهتره که با هم جابجا بشن. برای این کار باید اشیا رو گروه کنیم. برای گروه کردن میتونم یه دونه رو انتخاب کنم که یه کنترل رو پایین نگه دارم و ما بقیه رو کلیک کنم تا همه انتخاب بشن. از منوی ادیت اینجا گزینه گروه رو داریم که میتونیم اشیا رو گروه کنیم با هم که در واقع با هم جابجا بشن یا هر اتفاق قرار بیفته با هم. اگر هم بخوایم از حالت گروه ترش بیاریم دوباره از ادیت آن گروپ رو میزنیم که از این حالت خارج بشه. گاهی اوقات اشیاء ما تکون میخورن و این باعث میشه که کار طراحی ما رو خراب کنه. میتونیم اشیاء رو قفل کنیم. از منوی ادیت دستور لاک رو داریم که برای اینکه از قفل هم خارجش کنیم آن لاک رو میزنیم. حالت پین رو داریم که میتونیم یک شی رو در حالت پین قرار بدیم که در واقع امکان جابجاییش رو دیگه نداریم ولی امکان انتخابش رو داریم. خب من این شی رو از حالت پین خارجش میکنم آن پین بشه. حالت مخفی یا پنهان کردن رو داریم. گاهی وقتا شاید ما نخواهیم توی اجرا بعضی از اشیاءمون دیده بشه، میتونیم اونها رو پنهانشون کنیم. خب برای اینکه حالا اشیا رو ما در حالت مرتب سازی داشته باشیم اشیا رو انتخاب میکنم. از منوی الاین اینجا میتونم قسمت لفت رو دارم که از سمت چپ اینها رو برامون حالت تراز میده. حالت سنتر هوریزونتال رو دارم. ببینید الان من اگه یه مقداری مثلا یکیش رو جا به جا تر کنم و همه رو انتخاب میکنم
کلید کنترل همش در حالت انتخاب قرار بگیره و الاین لفت. ببین از سمت چپ همه رو برامون تراز میکنه، از سمت وسط راست، از قسمت بالا یعنی همه رو روی هم قرار داد و از قسمت وسط و باتون روی هم دیگه میندازه، حالت به صورت عمودی یا به صورت هوریزونتالی برامون عمل الاین رو انجام میده و میتونیم اینها رو این مرتب سازی ها رو داشته باشیم که دقیقا حالا مخصوصا برای قسمت هایی که دکمه ها رو داریم کار میکنیم اینها با همدیگه تراز باشن و در یک حالت بهتری دیده بشن. خب مورد دیگه که داریم، اگر من بیام دو تا شیء رو هم قرار بدم، این یکی از شیء ها زیر شیء قبلی میره. برای این کار اگه کلیک سمت راست رو روی شیء بزنم، اینجا گزینه ارنج رو دارم که bring to front، bring to forward و send to backward و send to back رو داریم. اگر که من بخوام یک آیتم بیاد جلو، اون آیتمی که زیر هست یه دونه یه شیء بیاد جلوتر، برینگ فوروارد رو میزنم. اگه بخوام بیاد روی همه اشیا، برینگ تو فرانت رو انتخاب میکنم. اگه بخوام بره به یک لایه زیرتر، سند بکوارد. اگه بخوام بره پایین ترین شیء قرار بگیره، سند تو بک رو میزنم و به این ترتیب میتونیم که اشیاءمون رو در واقع هدایت کنیم که در محل قرارگیریشون نسبت به شیءهای دیگه کجا باشه. الان ببینید تمام اون اشیا به زیر این تصویر رفتن. میتونیم که دوباره انتخابشون کنیم، همه رو با هم بگیرم، همه رو با هم انتخاب کنم و حالا ارنج رو توی فرانت بذاریم که در واقع روی همه تصاویر یا اشیا قرار گرفته باشه. باز کار دیگه که میتونیم انجام بدیم این هستش که دوباره همه اینها رو انتخاب کنم، کلیک سمت راست. الاین رو هم اینجا داریم که برامون از کلیک سمت راست باز عمل مرتب سازی رو انجام میده. خب همچنین شما میتونید به پروژهتون صدا هم اضافه کنید. از منوی پروژکت گزینه آدیو رو اینجا داریم. از قسمت اد کلیک میکنم و یک صدا رو انتخاب میکنم. این صدا رو انتخاب میکنم. این قسمت پایین پلی آدیو داره که میتونیم اینجا صدا رو بشنویم. قسمت شو آل فایل رو که بزنیم تمام فرمت های صدایی رو بهمون نشون میده که میتونیم یه دونه دیگه یه صدای دیگر رو براش انتخاب کنیم و خب من این رو برش میدارم، همون صدای اولی رو انتخاب میکنم، پریویوش هم که شنیدیم و اوکی رو میزنم. از قسمت اد باز میتونیم چند تا صدای دیگه هم اضافه کنیم که صدای اول وقتی تمام میشه به ترتیب صدای دوم سوم هم اجرا بشن. قسمت پلی مود در واقع میگه که صداها به ترتیب پخش بشن یا به صورت رندوم یا تصادفی. حالت ریپیت که هی تکرار میکنه، صدا که تموم میشه دوباره مجدد برامون تکرارش میکنه. صدای انتخابی رو میتونیم ریمووش کنیم و یا باز مجددا از این قسمت پریویوش رو بشنویم و اوکی رو میزنیم و صدا برامون اینجا اضافه شده و قرار داره. خب یک بار میتونیم پریویو رو بگیریم. خب دیدید که در اجرا هم صدا به صورت اتوماتیک اجرا میشه. خب ما میتونیم حتی برای صدا اکشن هم بذاریم. من یه دکمه رو ایجاد میکنم روی همین اسلاید اول که صدا داره پخش میشه، مثلا میذارمش اینجا، روش میتونم بنویسم مثلا دکمه پخش و توقف صدا. بعد این ذره بیارمش بالاتر، مثلا اینجا قرارش بدم، روش دوبار کلیک میکنم و کویک اکشنش رو میذارم روی حالت پلی پاز بک‌گراند موزیک و اوکی رو میزنم. همین F5 رو بزنیم و اجرا رو ببینیم. خب صدا داره اجرا میشه روی
دکمه که میزنم صدا متوقف میشه، دوباره که روش میزنم صدا داره پلی میشه. پس به همین راحتی یه دکمه توقف و پخش موزیک رو اجرا کردیم. خب یه دونه دکمه دیگه هم میذارم برای توقف کامل و این رو میذاریم این طرف و کوچیکش هم کنیم اندازه همون باشه. دوباره دوبار کلیک، این بار میرم سراغ بخش اسکریپت ها، روی آن کلیک قرارش میدم و اینجا اد اکشن رو میزنم. این قسمت اکشن آدیو رو باید براش در نظر بگیریم. خب من بیام بالاتر اینجا آدیو رو پیدا میکنم و رویدادش رو هم میذارم آدیو استاپ. نکست رو میزنم و این رو انتخاب میکنم و فینیش و اوکی. خب یک بار اجرا رو بگیریم. خب من این دکمه رو برش دارم که این حالا فعالیت خودش رو نشون بده. خب من یک بار دیگه میرم توی تنظیمات و اینجا اکشنم رو انتخاب میکنم. این قسمت رو ما باید بذاشیمش روی کانال بک‌گراند که این کار رو نکرده بودیم و اوکی رو میزنم و اوکی. فکر میکنم الان دیگه مشکلی نداشته باشه. کانتینیو رو بزنم. ببینید که کاملا برامون توقف صدا رو انجام داد و حالا چون دیگه پلی نیست، فقط توقفه، دوباره روش که میزنم صدا پخش نمیشه. خب کار دیگه که با دکمه ها میشه انجام داد اینه که وقتی روی یه دکمه کلیک میکنیم یک فایل صوتی اجرا بشه. خب من این دکمه رو حذف میکنم، یه دونه باتون دیگه رو اضافه میکنم روی صفحه و این رو میذارم اینجا، روش دوباره کلیک میکنم، از بخش اسکریپت ها اد اکشن رو میزنم، اینجا روی آدیو هست و این قسمت رو میزنم روی آدیو لود که برامون یه دونه آدیو لود بشه. بخش چنل رو بذارید روی یکی از حالت یوزر، مثلا چنل یوزر 1 رو. از این قسمت میتونید که یک آدیو رو براش مشخص کنید. بذارمش روی شو آل فایل که همه رو بهمون نشون بده. میرم از مای کامپیوتر، بخش میوزیک ها، اینجا یه دونه موزیک دارم، انتخابش میکنم و اوکی رو میزنم. پلی اتوماتیک رو هم میتونم رو حالت ترو بذارم و لوپ رو هم میتونم روی حالت ترو بذارمش. خب فینیش رو بزنیم و اوکی. ببینیم یک بار اجرا کنیم ببینیم آیا کار میکنه. خب من باید اون صدای بک‌گراند رو قطعش کنم. خب برای اینکه صدا رو قطع کنیم کافیه که برگردیم به سربرگ پروژکت و بخش آدیو، صدایی که اینجا بود رو ریمووش کنیم. حالا من یک بار دیگه F5 رو میزنم و کانتینیو. اینجا اگه روی این دکمه کلیک کنیم صدا داره پخش. خب در انتها بعد از اینکه ما کل پروژه رو ایجاد کردیم، شاید یه سری از اشیا، متن، تصاویر و صداهایی رو به پروژه اضافه کرده باشیم که اونها قابل استفاده دیگه نیستن و ما نمیخوایم اونها تو پروژه باشن یا پاکشون کردیم، ولی همه اینها توی سورس پروژه قرار گرفتن و حجمش رو دارن زیاد میکنن. برای این کار بهتره که قبل از خروجی نهایی ما یک عمل بهینه کردن یا اپتیمایز کردن رو انجام بدیم. برای این کار میریم منوی تولز و گزینه اپتیمایز ریسورس رو انتخاب میکنیم. این قسمت اون شاخه‌ای که میخوایم فایل های اضافی ازش پاک بشه رو انتخاب میکنیم و اوکی رو میزنیم و منتظر میمونیم تا عمل بهینه شدن و حذف فایل های اضافی برامون انجام بشه که نرم افزار خودش این کار رو انجام میده. اشیاء اضافی رو که ما نخواسته بودیم و توی حالا پنج های مختلف داشته بودیم و پاک کردیم اما یک نمونهش توی دیتابیس قرار داشته رو برامون حذف میکنه که حجم خروجی زیاد نشه.
خب آموزش ما در مورد شناخت اشیا در این مبحث آموزشی به پایان میرسه. با آموزش های بیشتر در جلسات بعدی در خدمت شما هستم.